وقت بخیر خانم آقایون، سلام عرض میکنم. مدیون شما هستم به خاطر لطفی که به من کردید و پیام‌های پرمهری که برای من فرستادید. دست منتقدین رو میبوسم و به یک سوال اساسی جواب میدم که آیا من در تهران هستم؟ بله، قطعا در تهرانم و به هیچ وجه شرف و لذت همنشینی با هموطنم و در خانه بودن و صدای هموطن رو از نزدیک شنیدن رو به هیچ قیمتی نمیفروشم. با هیچی معامله نمی‌کنم، به هیچ کجای دنیام نمیرم. اینجا خونه منه، میشینم از هر امکانی، از هر ابزاری، حتی ابزار خیلی کوچیکی مثل ویدیو خانگی استفاده میکنم که با هموطنم حرف بزنم. آقای زرقامی سلام علیکم. آقای زرقامی، من خواستم این افراد خصوصی بهت بگم برادر من، اما شما رو نمیشه پیدا کنم ماشاءالله. به من بیکار که شما وقت نمیدیم بیام بشینم این حرفا رو بهتون بگم. آقای زرقامی، قرارگاه مبارزه با ماهواره یعنی چی؟ آخه مگه میشه آدم مثلا قرارگاه مبارزه با یخچال تشکیل بده یا قرارگاه مبارزه با مترو تشکیل بده؟ آقا قرارگاه مبارزه با چاقو معنی نداره، ولی مبارزه با چاقوکش معنی داره. احتمالا منظور شما و دوستانتون مقابله با شبکه‌های معاند و غیر فرهنگی و غیر اخلاقی اینجور چیزاست که منم مخلص شما، کاملا کار درستیه. اما با این روشی که شما دارید هرگز. آقای زرقامی، شاید مدیراتون میترسن بهتون بگن، ولی برادر من چون شما مهندسی و در امیرکبیر درس خوندی حتما آدم منطقی هستی. من منطقی به شما میگم که کار فرهنگی ایجابی است نه سلبی. شما کدام برنامه جذاب رو در صدا و سیما ساختید که مردم ماهواره نبینن؟ شما چقدر نیروهای درجه یک رسانه رو ممنوع تصویر، ممنوع کار، ممنوع ورود کردید که نتونن بیان در تلویزیون کشورشون برنامه اجرا کنن؟ مردم صدای محمود شهریاری رو نشنون، صدای فرزاد حسنی رو نشنون، صدای احسان علی خانی، رضا شهیدی فر، محمد صالح. حالا چقدر بگم؟ به خدا درد خودم نیست. برای من نامه فدایت شوم هم بنویسین، من اینقدر کار دارم که دیگه اصلا کلامم بیفته جام جم نمیام برش دارم. اما این راهش نیست. شما هی داری شبکه افتتاح میکنی برادر من. آیا میدونین که خیلی از این شبکه‌ها بیننده هاش از تعداد کارمنداش کمتره؟ از خانواده خودتون بپرسین. شبکه بازار رو میشناسن؟ چند تا بیننده داره ولی شهر کارمند داره، چه ساختمون خوشگلی هم داره. آقای زرقامی، کار فرهنگی که اینطوری نمیشه، مقابله با ماهواره که اینطوری نمیشه. آیا در این کشور محمود شهریاری خطرناکه یا سریال حریم سلطان که با اون وضعیتی که برخوردی که با ایرانی ها داره مردم بشنن نگاه بکنن؟ واقعا کدومش خطرناک‌تره؟ فرزاد حسنی خطرناکی یا دلار 4-5 هزار تومانی؟ کدومی که از اینا خطرناکتر هستن؟ چرا مردم خودمون رو از رسانه محرم، از رسانه داخلی و خودی محروم میکنیم، بعد میریم آنتن ماهواره‌اش رو برمی‌داریم نکنه یه جای دیگر رو ببینی ها؟ خب مردم چیکار کنن؟ باید کیفیت برنامه‌های خودمون رو بالا ببریم. من حرفام اینجوری تموم نمیشه. باشه برای ویدیو بعدی با این اینترنت زغال سنگی که بیشتر از این نمیتونم حرف بزنم. اما هاش بمونه برای ویدیوهای بعدی. خیلی مخلصیم.